یه سری از دامدارا میان لبه در میارن برای آخورشون. دو تا اتفاق میفته. چه اتفاقی؟ یکی این که پوشاب کردن خوراک سخته، یعنی کارگر قبلا میتونست با جارو یا با یه پارویی اینو هول بده داخل، ولی الان دیگه باید بلند کنه. خب یه مقدار کار سخت‌تره، ولی مشکل اساسی چیه؟ وزن CO2 یا دی اکسید کربن که از ریه گاو تو بازدم میاد بیرون سنگین‌تر از O2 هستش، اکسیژن، و میمونه اینجا. وقتی گاو داره خوراک میخوره، مثل این گاو مثلا 5 تا 6 تا 10 تا که خوراک میخوره میبلعه، سرشو میاره بیرون، یه نفس میگیره، دوباره میبره داخل. یعنی کلا تنفس گاو تو این سازه، تو این مدل آخور یه مقدار سخت‌تر میشه و گاو نمیتونه توی واحد زمان خوراک مورد نیاز استفاده کنه و استراحتش در مجموع کمتر میشه، چون مجبوره تو خوراکی که قراره تو 1 رو 20 دقیقه بخوره رو تو نیم ساعت بخوره.